سلام دوستان عزیز، بازم در برنامه تیک تاک ما تواب خالد با شما یک جا هستم. میفهمین قسمت که در برنامه گذشته دیدین 3 بخش داره تیک تاک ما که کمدی است، معرفی هنرمندان یا بسیار آدمای مشهور است و در آخر هم بخش رمانتیک و عاشقانه است. در نخست میریم بخش کمدی را میبینیم. کسی نتشنو برای دیگه تقبل دارم نمیتونم برای زود شو چرا کم نمیتونی خب کم بزن پدر نالک پدرت نالک no, 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 no. खूब नाजुक कब्रोई चश्मानाए कट गगदार सुरसर गुरगुरी यसलब हाय मैं नगदार सुरसर गुरगुरी यसलब हाय मैं No, 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 no. خو رفته بودیم بازو جکشن بس احترام میری فقط رو رسیده خجالت بکش، از خود پدر برادر نداری؟ دارم خوششویی ندارم برو بهتر بیا دختر آیاز نیتارم قار کرد رفتیم بخش اول کمدی را با هم دیدیم. حالا معرفی یک تن از آوازخوان‌های محبوب کشور خود ماست که غزل سادات. در این بار ما درباره غزل سادات به شما معلومات تهیه کردیم که میریم با هم میبینیم. هم بخش دوم هم دیدیم که معرفی غزل سادات و در پیشی محبوب کشور بود که درباره زندگیش و تجارت و همه چیز با هم دیدیم، معلومات حاصل کردیم. حالا بخش سوم بخش رمانتیک و عاشقانه و دوستانه است که با این بخش منم با شما خداحافظی میکنم تا تیک تاک بعدی. میریم یک جای بخش سوم میبینیم. در باغت باقیوانی میکنم یار دخترم Try me. मत करना इश्क बहुत झमेले हैं मत करना इश्क बहुत झमेले हैं हंसते साथ हैं रोते अकेले हैं तू नहीं तो इन लबों पे एक शिकायत रह गई है दूर ही जब करना था तो जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता उसके लिए तुम रोते हो और जो तुम्हारी वैल्यू करता है उसे तुम रुलाते हो। देख के नहीं चल सकती क्या? ओ बहन जी, मैं दूसरों के बॉयफ्रेंड को नहीं देखती। खाली बिली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं खाली बिली खाली। एक्सक्यूज मी, पैसे कैसे बीच में रुक सकते हो? आप ही ने तो सिग्नल दिया लाल का। ओरे पिया